ana اینجا باغ زردالو زار در دهه پتخین ناحیه عینی من تو زردالوها پختن. انا مرحمت بیایید به زردالو خوری. اینجا آسایشگاه دکتر طاهری. انا طبیعتی زیبا. بهترین منظره ها. انا حالا این زردالو هاش نو غربارین انا نو پخته ایستاده است. اینجا جای استراحت کنندگان و جای خوراکخوری در موسم تابستان. انا دایره آبش خیلی کم شدگی هست. ماه اپریل مای این یک دایره کلان بود، البته یک جویچه باره مبدل شدگیم. امسال از سبب گرمی هوا آب خیلی تیز کم شد. این درخت های سیب هم خیلی زیاد هست. این سایچه دهه پتخین 10 مراتب آب کم شدگی هست. مرحمت با آسایشگاه دکتر طاهری سراغ ناحیه عینی دهه پتخین. آسایشگاه دکتر طاهری به شما آسایش بخشد و عمر دراز زندگی. سلامت باشید.